اکه سفرجان چیکار سمت سازی تو در اگجو گشتی جونیک جون از این پایان گشتم سفرجان میریم خونه در مهمون نشیم خیمه رفتم دو درجان تو با میبینیم اصلا سفرجان این نو طلباتون بود که طلباتون نو بعد در خدمت برویا امور درک داری مثلا میریم پیشوازگیری واه برویا زنگ زنم میریم خیمه رفتم با نصیب پدرم میبینیم سفرجان فراموش نکنی او را حتما بعد نشاتی دانشگاه چیکار کردی تو میسپوری امورا نمیسپوری حال میبینیمش ولی چیکنه توغریش میکنیم ان مثلا مسئله دانشگاه را حتما ببین سفرجان گام خیمه رفتم با نصیب پدرم میبینم ای سفرجان بعد نشاتی همین چی بچه بگی بیا خونگی را خونه دا بشینیم بچه پرسیده سن خونگی که چی با سفرشون نمیرم خونه گام نسا کلی میگیریم شما اگه روز میام خونه سفرجان تا ترجان نبینیم جان رسیدم ای سفرجان ایمو اگه خدمت نیست برادر جان ها صد فویز اگه خدمت نیست خیمه رفتم برادر جان دا برای خیمه رفتم رفتنی به زبر خیمه رفتم